هواشناسی تاجیکستان هشدار داده است که روز 5 نوامبر یعنی امروز در منطقه‌های کوهی و دامنه‌کوه‌های ولایت‌های سوخت، ختلان و غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان خطر آمدن سیل وجود دارد. این نهاد در خبرنامه نوشته است که باریدن برف و باران در این روز احتمال سبب آمدن سیل گردد. آگاهی آژانس هواشناسی در حال پخش می شود که روز 4 نوامبر در منطقه‌های کوهسار تاجیکستان برف اول بارید. در نوارهایی که به شبکه‌های اجتماعی راه یافت دیده می شود که در منطقه‌های کوهسار ولایت‌های سوخت و ختلان برف زیاد باریده است. در این روز حرکت در بعضی راه‌های کشور از جمله راه دوشنبه چناق مشکل شد، هرچند راه بسته نشده است. شرکت ایرس مسئول نگهبانی راه دوشنبه چناق که برای این کار از رانندگان مبلغ می‌گیرد، صبح 5 نوامبر نوشت یگانه مسیر به شمال کشور باز است. هنوز درباره خسارات در پی باریدن برف خبری نشر نشده است. بینندگان عزیز، با رسیدن خبرهای تازه ما شما را در جریان می‌گذاریم.